سلام دوستان. سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زاگرام پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. با شما برای کار. سلام و درود به پایان دوستان عزیز، امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. دوستان عزیز، امروز سه‌شنبه 25 نوامبر یک چند خبرهای نو داریم. $100 برابر شد با کورس امروزه به 915 سومانی و اینچنین دوستان 100 یورو برابر است به 1060 سومانی. از همه شما خواهش میکنیم بخیل نمیشویم، در ویدیو لایک میمونیم و به کانال آبونه میشویم. رحمت برای دستگیری خداوند شما راضی باشد. دوستان عزیز، نشان داد در بانک ملی جمهوری تاجیکستان 1000 روبل روسی با کورس امروزه به 115 سومن و 60 درم است. ناامید نمیشویم، انتظار بالا رفتن کورس روبل هستیم. دوستان عزیز، کسایی که خواهش پراورک کردن زاگرام پاسپورت خود را دارند، نمیدانند و نمیتوانند در کجا چطور بسنجند، نشاط زپره دانی MVD FMS و FSB و همه رقم های در روی اکران بوده در تماس شوید. و اینچنین دوستان عزیز، میخواهید که پتنت شما در بازه هست یا این که نه، این را بفهمید. همه این با سوال های شما و همه رقم های در روی اکران بوده جواب میدهد. دوستان از نام شبکه قربانی امور گپ زنید، انشالله با شما کمک خوب میکنند. بر همه شما سلامتی و برای کار خواهان هستم.